علی دانشگاهی نشده دیگه. الان یه مثال من دانشگاه مازندران. چی؟ اساسنامه رو تصویب بردیم برای تصویب. یه بند آوردیم که مرامنامه و اساسنامه تحکیم بردن اتحادیه انجمن‌های اسلامی هست. میگه شما کدوم تحکیم هستید؟ آقا اساسنامه چرا به کدوم تحکیم و کدوم طیف اصلا رئیس دانشگاه انقدر نمیدونه که یه دونه اساسنامه از اون تصویب شده زمان امام تموم شده رفته مرامنامه‌شون همون مرامنامه‌شون تغییر نکرده. خیلی خوب. حالا بفهمید یه دانشگاه ما پیدا کرده این بند رو نفهمیده. باید دوباره برای اولین باره که یه جایی یه بند مورد اختلاف دانشگاه با این همه دانشگاه دیگه ببینید خط مشایی که حالا پشت پرده ببینید یه شفاف باشین ببینید نه واقعا شما همین دارم میگم اما دانشگاه اصفهان یک سال دارم میدم انا نوشتم اصفهان دارم که انجمنو بگم باز کنن درسته 1001 بهانه آوردن 1001 بهانه با حرفی میگن اینا به من هم مستقیم هم آقای رامش گفت هم آقای محمد گفت تو وقتی من تصدیدم مدیریت دارم نه انجمن باز میشه نه دفتر تحکیم وقتم الکی هم نه درست یک دوم من نامه‌اش دادم با دفعات رسمی حالا با آخرین با تعلیق‌ها اینو که انداختن به من دلیل اونو گفتن تا رسمیش این بوده که مکتوب چپ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه جدا مجزای دانشگاه اصفهان داره حق نداره انجمنش مشترک باشه حالا من نمیدونم و یه جا میگم گفتن نامه رسیده از وزارت ناشناس آقای زاهدی که تمام انجمن‌ها یا بسته بشن یا اصلا غیر فعال بشن این مستند ثمر نباشه حالا توضیح بدم ببینید این قسمت آخرش بود و در حضور اینجا این نامه رو نصف این نامه رو ای کاش شماره نامه رو من یادداشت کردم من اینجا اون چیزی که میتونم بالله و تعالی قسم بخورم نه ای کاش یقین دارم مثل همین کردن یقین دارم شما رو دارم میبینم اگر این نامه وجود داشته باشه شما استعفا میدم از اینجا تا دم در هم او میکنم با در حضور همه دانشجو این مسئله در واقع چیز عجیبه این نه اینو نصفشو یک چهارمشو یک سومشو یک پنجمشو من دیگه برای این توی زندگی کجا هم جهازی وجود داره ازا شما این همین باطلیت میگیم ما با قاضیه با پوست و سومن لحظ میکنم وقتی دیگه ببینید دوباره باز نه قرآن این بحث نه خود آقای محمدی وزیر علوم به من گفت آقای رامش گفت آقای حرفشان منم هر ما انجمن نمیذاریم گفت دو تا بحثه ببینید دو تا بحث اینو با هم دیگه نتونیم نه نیست واقعا اینجوری نیست خب این شما جای من باشید این نباشه بعد بگید اینجوری هست چقدر میسوزید خداییش یعنی معلوم به سوزی که بسپرم واقعا نیست شما میگید آقای رامش به من اینجوری ممکنه آقای رامش گفته باشه این دو تا بحثه گاهی که شما میگید وزیر اینجوری نوشته اینجوری نوشته میگم نصف این رو یک میلیونه میشه از وزیر بیاد چیزی نبوده واقعیت این اراده وجود نداشته اگر قرار بود اونجوری بشه خب باید خیلی جاهای دیگه الان بسته شده بود دیگه چرا بسته نشده یا همون اول باید بسته شده بود این اراده نداره در مواردی شما بوده مراجعه که مثلا من در مورد اصفهان خود بنده مطالبه اصفهان بودم روندی که در مورد دانشگاه اصفهان پیش گرفته شده بود به رامش هم گفتم به بقیه هم گفتم روند مبتنی بر چارچوب ضوابط و مقررات نبوده بایستی در چارچوب خودش باشه بنده مقررات و اینو پیگیری کردم